بازیگران اول اینک بازی ادامه می‌یابد. مرحمت بازی را سر می‌کنیم از بین میدان بازی را سر می‌کنیم. الحال 1-0 بازی بر حساب سسکا پامیر 1-0 سسکا پامیر غلبه به دست آورده ایستاده است. این هم باشد باز هم به هجوم میگذرد و شایبه از میدان بیرون شده. شایب بازیگران محمد دیس انا گل 1-1 حساب بازی مساوی شد. بازیگران بخش این حالت را زود برطرف کردند و حساب بازی را مساوی کردند. از سببی که ما در این چمپیونات نو تشکیل یافته است، این چمپیونات هاکی تاجیکی نو تشکیل یافته است، نو تأسیس یافته است. حالا این بازی دوری گروهی می باشد. در آینده نصیب باشد این بازی ها زیادتر می شود. کامنتاتورهای خوب هم ما میابیم. نصیب ما و سرپرست های خوب هم خواهیم یافت برای این بازی ها. حالا برای کوبک این دو دسته خواه آزمایی دارن، ولی ما مدتی علاقه 1 مینوت است که گل را یا این شایبه را داخل جریمه‌گاه ندیده ایستاده ایم. با شایبه بازیگران پامیر ولی از دست دادن این هجوم نوبتی خوش را. بازیگران سسکا پامیر باز هم هجوم خود را ادامه میدهند، ولی شایبه را بازیگرهای وحش هم از دست دادن نیستند. مرحمت گل دویم را ببینید. گل دویم از دسته وحش زده شد بر دسته سسکا پامیر. حالا دسته سسکا پامیر باشد مغلوب شده ایستاده است بر حساب 1-2 و اینجا پیشصف است دسته وحش نورک. بازیگران سسکا پامیر در حال به هجوم میگذارند تا که حساب را مساوی کنند، تا که از این خوف دسته خود را برهانند. حالا باشد دسته وحش نورک در جدول صدرنشین جدول می باشد. او یک بازی دیگر پیشتر با دسته برقی حساب گذرانده بود که در آنجا با حسابی 3-1 غالب شده بود. حالا که دسته سسکا پامیر باز هم در بازی یکم خود مغلوب شده شدند. این گل سیوم دسته وحش نورک را میبینیم و در اینجا وقتی ما به انجام میرسد.